به نام خدا. با عرض سلام خدمت عزیزان علاقه‌مند به دنیای گوهرسنگ‌ها و هنر و زیبایی. عزیزان، چند قطعه عقیق هست و یه جاسپر هست. می‌بینید که خط‌هایی که کشیدیم برای حدود نگین و مشخصاتش معلومه، ولی می‌بینید دور سنگ ناهماهنگ، زیر سنگ پسی بلندی داره و حتی روی سنگ هنوز خط و خشایی که برش زدیم از اون برش‌ها اثراتش مونده. الان کاری که باید بکنیم اینه که دورگیری کنیم زیر روی سنگ رو و کناره هاشو. ببین عزیزان، با سگمنت، یعنی این صفحه هایی که الماسه داره و اون درشتی و ریزی سگمنت ها متفاوته. الان داریم زیر، رو و کناره های سنگ رو دورگیری میکنیم، صیقل میدیم و تراش میدیم تا حد و حدود نگینمون مشخص بشه و این نتیجه کار هست. این یک مرحله است عزیزان، هنوز چند مرحله دیگه برای اتمام کار باقی است. میبینید عزیزان، کناره ها تقریبا صاف شد، زیر کار همینطور، روی کارم تا حدودی خط و خش ها رو وردیم و صاف و یک نواختش کردیم. الان دیگه هدفمون مشخصه، نتیجه کار مشخصه که باید چیکار کنیم، به کدوم طرف بریم. الان ببینید عزیزان، همین عقیق سبز رو ببینید که یه نقشی داخل داره، لبه های سنگ، حفظ اونا و کنیک و اون قوسی که باید بدیم. این یک عقیق خطوط سلیمانیش رو میبینید، بسیار زیباست، از کناره ها شروع شده، این زیر سنگه و اون طرف هم روی نگین خواهد شد. این یک گلای قاصدکی داخلش داره، زمینه شفاف روشنه و این هم همونطور. این یک نقش دیگه ای داره عزیزان، میبینید شفاف است، یک گلی داره و یک خطوطی داره. این یک عقیق گردمون رو میبینید، حالت خطوط وسطشو. این هم یه جاسپر سبز رنگ هست، سبز پررنگ. این عقیق کبوده، دقیقا این عقیق های یمنیه. این یه گلای سفیدی داره شبیه برف. این هم عقیق سبزیه که یه حالت سفیدی و شفافی مثل آسمون داره. اینها قطعات جاسپر هست و رنگ های مختلف و بقیه سنگامون هم میبینید که